عرض سلام خدمت همراهان گرامی. با یک ستاپ معاملاتی دیگه در خدمت شما هستیم. ببینیم هفته گذشته جفت ارز IUD USD بر چه اساسی ما میتونستیم سل بزنیم و سودی از این بازار کسب کنیم. ببینید دوستان، ما یک ستاپ ورود داریم، دراپ بیس دراپ، که دقیقاً توی این قسمت دراپ بیس دراپ ما ایجاد شده. اینجا محدوده بیس دراپ بیس دراپ و در آینده محدوده بیس تبدیل میشه به یک ساپلای زون یا محدوده عرضه. خب این محدوده رو ما ادامه میدیم تا حال حاضر بازار. دقت داشته باشید که دقیقاً 50% این محدوده بسیار مهمه که اگر من این باکس رو تو خالی رسم کنم، نقطه‌ای که این وسط باکس شما می‌بینید دقیقاً 50% همون محدوده است که میتونید یک خط افقی روی اون رسم کنید. خب اگر که توی همین تایم فریم من می‌خواستم ورود کنم، شاید کمی تردید وجود داشت یا تایید خوبی نمی‌دیدم، یا ممکن بود مقداری از اون ورود بهینه من که ریسک ریوارد خوبی داشته باشه از دست بره. و به هر حال بهتره که وقتی ما از تایم بزرگ محدوده و نواحی خودمون رو پیدا میکنیم، ستاپ معاملاتیمون اونجا ایجاد میشه و قصد ورود داریم، بهتره که برای یک ورود بهینه از تایم های پایین تر استفاده کنیم و دلایل بهتری رو اونجا ببینیم تا بتونیم با تاییدیه های بهتر و اطمینان بیشتری وارد بشیم. تو این بازار همینطور که میدونید اطمینان 100% وجود نداره، ولی ما با تمرین و تجربه و مهارت هایی که میتونیم روی اون مانور بدیم، این احتمال رو ببریم به بالای 90%. خب توی تایم فریم 4 ساعته شما چی میبینید؟ توی همون محدوده هستیم. قیمت موفق نشده که بتونه یک کلوزی بالای اون خط آبی که میشد 50% محدوده بیس عرضه ثبت کنه. در نتیجه احتمال تشکیل پیوت و برگشت قیمت وجود داشته. شروع هفته گذشته دوستان اینجاست. چرا؟ کنترل وای که بزنید، خطوط عمودی که رسم میشه شروع هفته رو در تایم 4 ساعته به شما نشون میده. ما توی این قسمت شاهد الگوهایی هستیم برای برگشت قیمت. ببینید در اینجا اول یک کندل دوجی ایجاد شده، سایه بالا پایین تقریبا مساوی، اوپن و کلوز در اواسط کندل بعدی کندل نزولی ایجاد شده برای تایید ورود فروشنده ها به بازار. خب همینطور که قبلش هم میبینید توی هفته قبلترش اینجا ما تشکیل پیوت رو داریم و این حرکتی که قیمت رفته بالا به سمت پیوت میتونیم اینو RTP در نظر بگیریم یا ریترن تو پیوت که در ویدیوهای آینده در موردش صحبت میکنیم. خب اگرم بخوایم از نظر کلاسیک به این موضوع نگاه کنیم، شما توی این ناحیه الگوی دوقلوی سقف هم دارید. خب باز یک تایم دیگه بریم پایین‌تر. این قسمت دوستان چی می‌بینید؟ یک واگرایی نسبتاً ضعیفی وجود داره، حالا خیلی قوی هم نیست، ولی به هر حال باعث ضعف خریدارها شده که در نهایت منجر به افت قیمت میشه. خب اگر ما میخواستیم یک ورود خوب انجام بدیم بر اساس همین محدوده‌ای که مربوط به تایم بالا هست و این علائمی که در تایم 1 ساعته ایجاد شده و شروع بازار هفته جاری، امروز پنجشنبه است دوستان، اینجا دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و امروز که در حال ضبط ویدیو هستیم پنجشنبه است. با دیدن این واگرایی، با دیدن کندل های برگشتی و محدوده عرضه اقدام به سل میکنیم. از نظر تکنیکال کلاسیک شما بعد از دیدن این الگوی دوقلوی سقف در این ناحیه که شکست و تثبیت ایجاد شده مجاز به سل بودید، یا همین الان که تقریبا 1-2 ساعت پیش که قیمت به محل شکست شده پول بک کرده. این سطحی که اینجا رسم کردم، فلش رو به پایین،
خب یا RSI کاری باش نداریم. احتمال اینکه قیمت افت بیشتری داشته باشه بسیار زیاده. اهداف قیمت میتونه کجا باشه دوستان؟ حمایتی که توی این مسیر هست یکیش اینجاست. محل هایی که قبلا شکست و پولبک روی اون اتفاق افتاده برای ما اهمیت زیادی داره، به اضافه این محدوده تقاضا که مربوط هست به آخرین کندلی که لو اون از همه پایین تر هست. امیدوارم مطلب آموزشی این ویدیو هم برای شما مفید بوده باشه. لطفاً لایک و کامنت و سیو و ارسال برای دوستانتون فراموش نشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما. موفق باشید.